استادی سر کلاس داشت درس میداد، راجع به عظمت خدا میگفت، بزرگی خدا میگفت، از الله میگفت، معنی الله اکبر را برای دانش آموزانش تفسیر میکرد. یه دانش آموز دست بلند کرد گفت استاد، گفت بله. گفت این خدایی که تو ازش اینقدر حرف میزنی چرا خودشو مخفی کرده؟ چرا پنهانه؟ چرا آشکار نیست؟ چرا ما نمیتونیم ببینیمش؟ این بیاد ما ببینیمش. استاد متوجه شد که این شاگرد خیلی خامه، خواست درس معرفت رو بهش عملی نشون بده. آمد کنار میز، از کنارش رد شد، رفت انتهای کلاس، به شاگرد گفت الان منو میبینی؟ گفت نه. گفت در کلاس حضور ندارم؟ گفت بله حضور دارید. گفت چرا منو نمیبینی؟ گفت چون پشتم به تو هست. گفت پشتم به تو هست. گفت پس صورت تو برگردون، حالا روشو برگردون. گفت منو میبینی؟ گفت بله میبینم. گفت دقیقاً جواب سوالتو گرفتی. خدا پیداست، الله ظاهر است. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح. الله همچون نوری متشعشع است، انوار الهی در همه جا وجود داره. عاشق نبود آن که خدا را نشناسد، بیمار نباشد که دوا را نشناسد، آن کس که بود کور خدا را نشناسد. بله طبیعی است، ما پشت کردیم به خدا، الله رو نمیبینیم، وگرنه الله از هر آشکاری آشکارتر. هو الظاهر هو الباطن هو الاول هو الاخر. الله هم ظاهر است هم باطن است. اونهایی که الله را با چشم دل میبینند از هر چیزی خدا را بزرگتر میبینند. چی داری میگی تو؟ پشت تو به خدا کردی میگی خدا رو نمیبینم؟ جمال الله همه جا هویدا و آشکاراست. این ما هستیم عزیزان، ما یوسفان این زمان نیستیم، بلکه هر زلیخایی داره دل ما رو میبره. زلیخای منزل، زلیخای درس، زلیخای مدرک، زلیخاهای صفحات مجازی، اینها ما رو اونقدر مشغول کرده که الله رو نمیبینیم.